یه تنبیه دیگر در آخر همین اصل سیوم گفتیم که من المستجدات کتابت اسم صاحبت العباءة علیها. این چیزای نویگری که در این عصر ما پیدا شده است، در حجاب یا عباءه، همون عبایه که در بالای سر میگیرن، نام صاحب حجاب نوشته شده است. یعنی البته این شاید شما دیدید یا ندیدید، یا نوع حجاب ها بود که صبر نوشتگی هست یا چی نوشتگی هست و در دیگر کشورها این رایج بود. یعنی به حجاب وقتی که حجاب فرمایش میدید نامتون میگوید، نامتون نوشته میتید یا برا، خواه به زبان عربی باشد خواه به غیر عربی، کسی که زن میبیند نامش میخونه و این یک عبثی نو، یک بیهوده کاری نو بازن است و این فتنه عظیم است که بلاها را به خود جلب میکنه. وقتی که نامش میبینید یک دهن نامش میخونه داخل فلانی گفته نامش میخونه و یا نظر میکند، خرسند میشد که نام من دیگر کس گرفت. برای چی نامش مینویسد؟ برای حرام است. فیحرم عمله، حرام است پوشیدن لباسایی که در آن نام همون زن نوشته شده است. یا سری حرفش گفتن، مثلا اگر حرفش خودش انتخاب میکند، اگر حرفش با میم شروع میشده باشد حرفی میم دارش میخرد، اگر حرفش سری حرفش با نه شروع میشده باشد نون دارش میخرد. یا این خیلی فیحرم عمله، حرام است پوشیدن این گونه لباس ها گفتن، والاتجار به، و حرام است تجارت کردن با چنین لباس ها گفتند. صاحب کتاب الله تعالی رحمت کنه.